خب سلام. بریم سراغ لید کد امروز. یه شعر قشنگ آوردم براتون از سایه. میگه گر مرد رهی غم مخور از دوری و دیری، دانی که رسیدن هنر گام زمان است. چقدر این شعر قشنگه. اه، خدمتتون عرض کنم که سوال هارد داریم امروز. من قبلا این سوال رو حل کردم، ندیده بودم. ظاهرا قدیما اینو حل کردم. سوال هارده ولی یه ذره خوب بهش فکر کنیم، به نظرم هارد نیست. حالا بریم ببینیم سوال چیه. میگه که یه ماتریس روز در کالمز داریم، یه ماتریسیه با این ابعاد که یه سری گیلاس، چریز، آلبالو میشد، گیلاس میشد، طعم گیلاس فکر کنم، آره طعم گیلاس فکر کنم گیلاس میشد. میگه که گرید آیوجی میگه که ما چقدر گیلاس تو اون خونه داریم. خب و میگه که ما دو تا ربات داریم که میتونن بر ما گیلاس جمع کنن. یکیشون چپ بالا، یکیشون راست بالا. یعنی یکیشون سطر اول چپ، یکیشون سطر اول راست، اونجا قرارشون داریم. حالا میگه که این دوتا رو هم با همکاری هم چجوری میتونن بیشترین گیلاس رو جمع کنن. و توی هر مرحله اینا میتونن یه دونه برن، یه سطر میتونن برن پایین، حالا یا برن چپی یا برن دقیقاً پایینیش یا برن راستی. یعنی سه جهت این رباتو میبینی، 1 2 3 تا جهت، اینم 1 2 3 تا جهت میتونن برن. و وقتی که از یه خونه رد میشن تمام اون گیلاس ها رو جمع میکنن. اگه جفتشون با هم برن توی یه دونه خونه، این نکته مهمیه، این یعنی جفتشون با هم میتونن برن توی یه خونه. در اون صورت فقط خب یه بار گیلاس ها شمرده میشه دیگه، توسط یکیشون جمع آوری میشه. و خب قاعدتا از گرید نمیتونن برن بیرون و جفتشون هم باید برن سطر پایین. یعنی هر وقت به یه جایی از اون پایینا رسیدن قضیه تمومه. مثال دوم رو میبینی. مثال اول شده 24، سبزه اینا رو جمع کرده، آبیه اینا رو. مثال دوم دوباره سبزه اینا، آبیه اینا. نکته مثال دوم اینه که داره نشون میده به ما که لزومی نداره که توی خونه خاصی از سطر آخر کارشون رو تموم کنن. تو هر خونه ای میتونن کارشون رو تموم کنن. و ابعاد رو میبینیم. کانسترینت خیلی مهمه. 70 سطر ستون 70 و تعداد گیلاس های هر خونه 100 تا. حالا باید ببینیم که کدوم مهمه. ابعاد قطعا مهمه. اینکه چند تا گیلاس داره شاید خیلی مهم نباشه. ببینیم چجوری میشه به این سوال فکر کرد. این سوال چند تا چیز تو خودش داره. اول اینکه وقتی دو تا ربات داریم، این ربات ها انتخاب های مختلف دارن و ما نمیدانیم کدوم انتخاب بهتره. ما از آینده خبر نداریم. نمیدونیم الان این ربات بره پایین یا بره راست بهتره، یا اون ربات بیاد چپ یا بره پایین بهتره. توی یه همچین حالت هایی، یعنی این خود سوال داره داد میزنه که بازگشتی به من فکر کن، چون تو از آینده خبر نداری و تمام انتخاب های ممکن رو انجام بده و بین اونا ماکسیموم رو بگیر. یه جوری جواب رو گفتم تمام شد رفت. و جواب میخوام بگم که از اون صورت سوال در اومده، از این حالتی که من نمیدونم کدوم رو انتخاب کنم. نمیدونی، اوکی، همه رو انجام بده و بین آنها انتخاب کن. این شد یک رابطه بازگشتی. حالا ما برای اینکه رابطه بازگشتیمون رو بتونیم کامل کنیم، یعنی راه حل بازگشتیمون رو بتونیم کامل کنیم، باید بتونیم موقعیت مسئله رو دیفاین کنیم با یه سری متغیر. یعنی چی؟ یعنی این دوتا ربات که متغیرهای ما هستن، ما باید بتونیم این رو دیفاین کنیم، بتونیم تعریف کنیم، بگیم که مسئله رو برای این حالت حل کن. مسئله الان میدونیم چیه دیگه. مسئله اینه دوتا ربات قراره برسن به سطر آخر. حالا متغیرهای مسئله چی هستن؟ پارامترهای این مسئله چی هستن؟ اون دست ما باید اونو فیکس کنیم. بریم ببینیم اینو چجوری میتونیم انجامش بدیم. مثلا فرض کنید مداد من کوش. مثلا فرض کنید که همین یه جدول داریم و یه ربات اینجاست، ربات A، حالا من اسمشو میذارم، یه ربات B هم اینجاست. ما الان چجوری میتونیم این مسئله رو پارامترایز کنیم؟ یعنی با چند تا پارامتر بگیم که مسئله قراره برای این حالت حل شه. مثلا مثال میزنم، توی فیبوناچی ما میگیم fn.
یعنی ما داریم مسئله رو برای n حل میکنیم توی فیبوناچی n. خب یا برای فاکتوریل همینطور. اینجا ما 2 تا ربات داریم، پس باید این 2 تا رباتمون توی اون پارامترها دخیل باشن. یه راهش اینه ما بگیم که مسئله رو برای این حل کن. f r1 c1 یعنی مختصات ربات اول، این میشه a، و r2 و c2 مختصات ربات دوم. یعنی الان ما میتونیم بگیم مسئله رو برای R1 و C1 و R2 و C2 حل کن. حل کن یعنی چی؟ یعنی هر چقدر میتونی گیلاس جمع کن تا برسن به سطر آخر و اونجاست که مسئله تموم میشه. حالا آبی کجا؟ تو R1 و C1، تو R2 و C2. یه ذره من اینو جلو نمیرم چون با برگردم بعد فیکسش کنم، همینجا میتونم راجعش صحبت کنم. یه نکته‌ای که سوال داره اینه که توی شروع، دوباره اینو من از صورت سوال آوردم این رو ببینید، توی شروع جفت ربات ها تو سطر اولن، توی پایان هم جفت ربات ها تو سطر اول، تو یه سطرن، تو سطر آخرن. خب پس احتمالا ما میتونیم از ربات ها از سطر فاکتور بگیریم، یعنی بگیم f r و c1 و c2، یعنی مسئله رو برای حالتی حل کن که ربات اول توی R و C1 و ربات دوم توی R و C2. یعنی اینو اگه ما بخوایم اولش صدا کنیم میشه F 0 چون سطر اوله، اون یکی هم 0 چون ستون اوله، اون یکی هم n منهای 1 اگه n رو بگیریم تعداد ستون ها. این میشه جواب مسئله‌مون. یعنی مسئله رو برای 0 0 و n منهای 1 حل کن. خب اوکی قبوله. ما تونستیم یه استیت تعریف کنیم و 2 تا ربات رو توش بگنجونیم. این خیلی مهمه. و الان به صورت یکتایی هر وقت به شما میگم RC1C2 میفهمین یعنی چی؟ میفهمین که ربات اول تو RC1، ربات دوم تو RC2 و ما باید مسئله رو برای اون حل کنیم. خب رابطه بازگشتی تو این حالت چیه؟ چجوری ما مسئله رو حل کنیم به صورت بازگشتی؟ خیلی ساده، میایم اینجا میگیم که مثلا فرض کنید که مثلا این سطر آره، این C1، اینم C2 مثلا، اینم C2. خب تمام انتخابای ممکن، گفتیم ما از آینده خبر نداریم دیگه، تمام انتخابای ممکن رو انجام بدیم. تمام انتخابای ممکن چند تا؟ تقریبا فکر کنم 9 تا. اینکه C1 بره به اینجا، C1 بره به اینجا، یا C1 بره به اینجا و C2 بره به اینجا، C2 بره به اینجا و C2 بره به اینجا. 3 حالت این داره، 3 حالت این، ضرب داره هم، تمام حالت‌های ممکن رو باید بریم، میشه 9 حالت. و بین این 9 حالت ما ماکسیموم میگیریم. جواب خود ما کی هستیم؟ ما R و C1 و C2 هستیم. جواب خود ما میشه ماکسیموم این 9 حالت به علاوه این 2 تا خونه‌ای که ما توشیم. 2 تا خونه‌ای که توشیم ما باید حساب کنیم دیگه. به علاوه اگر این 2 تا خونه رو که توشیم چجوری توضیح بدم؟ اگر C1 مساوی C2 بود، یعنی جفتشون توی خونه هن، یه بار باید اون خونه رو بخوریم. پس 2 حالت داره، C1 مساوی C2 باشه یا C1 مخالف C2. تو این حالت فقط میشه مت R و C، چون ما یه دونه خونه خوردیم، یعنی یه دونه خونه هست. این C1 و C2 در حقیقت یه خونه هن تو این حالت. تو این حالت میشه جمع 2 تا خونه، میشه مت R و C1 به علاوه مت R و C2. این عدده، یعنی این عدده، حالا یا این یا این، به علاوه ماکسیموم این 9 حالت میشه جواب F R و C1 و C2.
اوکی، حالا توی چیز بیشتر راجبش صحبت میکنیم. دیگه چی؟ خب ما رابطه بازگشتی به دست آوردیم. رابطه بازگشتی چیه؟ میگه که تو از این زیر مسئله کوچیک‌تر به دست میاری. یه چیز دیگه نیاز داریم، حالت پایه. حالت پایه چیه؟ زمانی که رو R بشه M منهای یک، یعنی زمانی که حالت پایه حالتیه که R مساوی M منهای یک بشه، یعنی سطر آخر. اگه سطر آخر بود دیگه ما بازگشتی نداریم، همونجا مقدار رو حساب میکنیم و ریترن میکنیم که دوباره این برمیگرده به این که اگه C1 مساوی C2 بود یه چیزی میشه و در غیر این صورت اگر C1 مخالف C2 بود میشه یه چیز دیگه. این شد حالت پایمون. دیگه چی داریم؟ هیچی دیگه، رابطه بازگشتی رو که توضیح دادیم. زیر مسئله مشترک هم داریم، یکم بهش فکر کنید که چرا. سوال اینه، سوال میخوام شما بهش فکر کنید، چرا زیر مسئله مشترک داریم یا همون overlapping sub problems؟ چون در غیر این چون زیر مسئله مشترک داریم میتونیم از داینامیک پروگرامینگ استفاده کنیم. بریم صفحه قبل همینجا وایسیم، بریم کدش رو ببینیم چجوری میشه زد. خب برای اینکه کدش رو بزنیم دوباره ما یه تابع باید تعریف کنیم. این شکل کم دیسترکتینگه. خب اینت f، اینت r، اینت c1 و اینت c2. خب دیگه چی میخوایم؟ گرید رو هم باید بهش پاس بدیم احتمالا. وکتور اینت گرید. دیگه چی میخوایم؟ همین. حالت پایه چیه؟ حالت پایه این که سطر آخر باشه. اول حالت پایه رو بنویسیم که آسونه. اگه سطر آخر باشه r مساوی گرید دات سایز منهای یک باشد، این سطر آخره، تمومه، اینجا تمومه. اگر C1 مساوی C2 بود ریترن میکنیم گرید R و C1. تموم شد، یه خونه است دیگه، سطر آخریم. C1 مساوی C2 بود و در غیر این صورت else نمیخواد بذاریم، در غیر این صورتش میاد اینجا دیگه. ریترن میکنیم گرید R و C1 به علاوه گرید R و C2. این شد حالت پایمون به همین سادگی، اگه توی خونه بودن، اگه توی خونه نبودن. در غیر این صورت ریزالتمون میشه 0. حالا باید بریم ببینیم که بین اون 9 حالتی که گفتیم کدومش بهترین رو به ما میده. اولا اینکه ریزالت 0 نمیشه، یعنی اولا که باید این رو ما داشته باشیم تکراری، چون اگه C1 مساوی C2 بود ریزالت میشه گرید R و C1. در غیر این صورت ریزالت میشه این. اینو من ریزالت بذارم یا اسمش یه چیز دیگه بذارم؟ بذاریم فکر کنم. اسمش من بذارم current row. من اسمش بذارم current row یا میشه یه خونه یا میشه 2 تا خونه. اوکیه. و بعدش میام یه اینت ریزالت جدا تعریف میکنم. حالا میگم برای چی. و حالا بعد اون 9 حالت رو بریم. 9 حالت یادتونه، برگردیم اینجا. 9 حالت 2 تا فور میخوایم. اینت فور چی بذارم اسمشو؟ کالوان میذارم. آره، اینت کالوان مساوی C1 منهای 1، کالوان کوچکتر مساوی C1 به علاوه 1، کالوان پلاس پلاس. یه همچین فوری برای کال 2 میزنم. خیلی اسم گذاری بدیه، من دوست ندارم راستشو بخواین. فور اینت کال 2 مساوی C2 منهای 1، کال 2 کوچکتر مساوی C2 به علاوه 1، کال 2 به علاوه پلاس پلاس. این 9 حالت رو به ما میده دیگه. یکم فکر اینجا رو برگردیم اینجا نگاه کنیم میبینیم که C1 منهای 1، C1 به علاوه 1، پس 3 حالته. الان اینجا هم همینو داریم، C1 منهای 1 تا C1 به علاوه 1، C2 منهای 1 تا C2 به علاوه 1، کال 1
و کال 2. اوکی. حالا اولا که این دوتا باید ولید باشن. یعنی چی؟ یعنی باید بزرگتر از 0 باشن. اگه کال 1 کوچیکتر از 0 بود، یا یعنی اگه منفی بود، یا کال 1 بزرگتر مساویه، یا میتونم یه تابع بنویسم این رنج کال 1 و گرید 0 دات سایز. گرید 0 میشه طول اون ستونه دیگه. میگم اگه کال 1 تو این رنج بود و این رنج کال 2 و گرید 0 دات سایز، اگه این دوتا جفتشون این رنج بودن، تابع این رنج یه دقیقه برم بنویسم، چه ساده ایه. bool in range int x int n return x 0 بزرگتر مساوی کوچکتر مساوی x و x کوچکتر از n. همین سادگی میشه این رنج کال 1 گرید 0 دات سایز، کال 2 گرید 0 دات سایز. خب حالا اگه این رنج بود، ریزالت میشه مکس ریزالت و چی؟ f رو به علاوه 1، یعنی r به علاوه 1. یه سطر میریم پایین دیگه. اینجا اگه نگاه کنید یه سطر میریم پایین، r به علاوه 1 و کال 1 و کال 2 و کال 1 و کال 2، اون دوتا ستون جدیدامون. و گرید رو هم پاس باید بدیم. همین تموم شد. و جوابمون اینجا آخرش میشه چی؟ میشه return result به علاوه current row. current row برای این جدا کردم که این بار آخرش بهش اضافه کنم. جوابمون هم اینجا میشه return f 0 رو گرید 0 دات سایز منهای 1. اگه اینجا نگاه کنین، بریم صفحه بعد. ببخشید این آشه 0 رو n منهای 1. 0 رو گرید دات سایز منهای 1. اینو ببینیم اگه جوابش درست باشه، بعدش باید بیایم ببینیم که چجوری. خب چی میگه؟ گرید رو هم باید پاس بدیم. بله اینم از جواب 24 و اینم 28. ولی الان اگه من اینو سابمیت کنم، تایم لیمیت بهم میده. من سابمیت میکنم که ببینیم، چون که ما جوابای زیر مسئله ها رو ذخیره نکردیم و هی داریم محاسبهش میکنیم. این تایم لیمیت شد چون که خیلی داریم وقت میگیریم. حالا چجوری بریم ذخیرش کنیم؟ باید یه تیبل بگیریم که اون تیبل رو بتونیم به عنوان دی پی، به عنوان جواب مسئله ها رو باید توش بتونیم ذخیره کنیم. خب 70 در 70. خب من اینجا یه دونه دی پی میگیرم. چجوری بگیریم؟ یه دونه اینت دی پی مکس در مکس در مکس میگیرم. من مکسیموم رو میگیرم. این 70 دیگه. من مکسیموم میگیرم. مکسیموم هم اینجا تعریف میکنم که میشه 71. حالا مثلا یه دونه عددم بیشتر میذارم و اینجا مقدار دهیش میکنم. الان من اینجا کل دی پی رو منهای 1 کردم و بعدش اف رو صدا میکنم. اینجا هم میگم اگر این زیر مسئله قبلا حساب شده بود، چجوری بگم دی پی آ رو C1 و C2 اگه مخالف منهای 1 بود، ریترن کن دی پی آ رو C1 و C2 رو به همین سادگی. و میام این پایین، اینجا قبل اینکه ریترن کنم ذخیرهش میکنم توی دی پی آ رو C1 و C2 اینجوری و رانش میکنیم. به نظر درسته. سابمیت. اینم از این. در مورد این سال ما الان اینو به صورت تاپ داون حلش کردیم. باتم آپ این خیلی سخت نیست، یکم بهش فکر کنید. باتم آپ هم میتونید حلش کنید، چون که ما توی هر مرحله، اگه بریم سراغ شکل، توی هر مرحله ما فقط به سطر بعدی نیاز داریم. پس شما اگه بیاین از پایین این تیبل رو بسازین، یعنی اول بیاین این تیبل رو بسازین، ببخشید این سطر رو بسازین، بعد این سطر رو، بعد این سطر رو، همجوری بسازین، در آخر میرسیم به سطر اول
و مسئله حل شده. یعنی توی باتم آپ چی مهمه؟ ترتیب حل زیر مسئله ها. توی باتم آپ ترتیب حل زیر مسئله ها مهمه و توی این سال ترتیب حل زیر مسئله ها مشخصه. از سطر آخر شروع میکنیم همجور میایم بالا. نکته ای که تاپ داون داره یه ذره تنبلی و گشادیه اینه که برای ما مهم نیست حالا ترتیبش چجوریه. اگه حل نشده بود این تابع F خودش میره بازگشتی حلش میکنه و برمیگرده و میاد بالا. به خاطر همین باتم آپ فکر کردن خیلی وقتا یه تمرین ذهنی خوبه که ببینیم ما به چه ترتیبی باید این زیر مسئله ها رو حل کنیم. این هم از سوال امروز. اگه سوالی داشتین توی کامنت ها بپرسید. مرسی.